یه سوال مهم از مثلثات گفته نسبت‌های مثلثاتی زاویه A رو به دست بیارید. توی مثلث اندازه این زل به ما نده. اول اندازه این زل رو به دست میاریم، بعد میریم سراغ نسبت‌های مثلثاتی A. چون مثلث قائم الزاویه است، ما میتونیم از رابطه فیثاغورس استفاده کنیم. قطر به توان 2 مساوی 3 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2. قطر به توان 2 مساوی 9 به اضافه 16 که میشه 25. قطرمون هم میشه بس 5. از دو طرف جذر گرفتیم. گفته نسبت‌های مثلثاتی A رو به دست بیارید. یعنی سینوس A، کوسینوس A، تانژانت A و کوتانژانت A. سینوس A میشه زل روبرو 4 به وتر 5. کوسینوس A میشه اندازه زل مجاور یعنی 3 به وتر یعنی 5. تانژانت A میشه اندازه زل روبرو یعنی 4 به زل مجاور یعنی 3. و کوتانژانت برعکس تانژانت میشه 3/4. اگه نمیدونی سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت نسبت‌های مثلثاتی چیه، اینا رو یه ویدیو جداگانه واسط گرفتم، میتونی اونو ببینی.